پیام غم‌انگیز و نارهای غزال نایت برای حادثه غمبار ولایت ایراد، تعداد تلفات و جان باختگان این حادثه چی مقدار است؟ آیا غزال نایت برای مردم ایراد کمک کرده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. زلزله مرگبار شهر ایراد که نه تنها ایراد بلکه ولایات دیگر را به شمول غور، غزنی و قندهار و شهر مشهد ایران را به لرزه درآورده است. این زمین لرزه تا حدی قوی بوده که بیشترین مناطق روستاهای ایراد را کاملا هموار کرده است و بالای 1000 خانه به طور کامل ویران شده است. حادثه مرگبار زلزله ایراد به تاریخ 15 سنبله رخ داده است و تاکنون بیشتر از 4000 نفر شهید شدند و بیشتر از 5000 نفر دیگر تاکنون زخمی هستند، ولی هنوز از آمار دقیق گم شدگان این زلزله اطلاعات درستی در دست نیست. شمار زیادی از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در پیام‌های از طریق صفحات مجازی تسلیت و اوج غمشریکی خود را برای مردم ایراد ابراز کردند. از جمله غزال نایت با اشک و اندوه فراوان پیام خود را در صفحه اینستاگرام خود چنین نوشته است: تسلیت باشد هموطنان عزیزم در شهر ایراد. با تعصب زلزله مرگبار در شهر ایراد تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان را که شامل اطفال، زنان و مردان هستند به کام مرگ فرو برده و یک تعداد زیادی را هم مجروح و بی خانمان ساخته است. برایم خیلی دردآور است که افغانها در یک نقطه دنیا آرامش ندارند. اگر مهاجرت میکند به دیگر کشورها متاسفانه با توهین، تحقیر و ظلم روبرو میشدند. اگر در کشور بماند کار روزگار ندارد. ولی ای خدای بزرگ، ما افغانها فقط تو را داریم. چه خطایی از ماها رخ داده است که تو همچنان قهری و این بلا را بالای مردم غریب روا می‌داری؟ ولی غزال نایت کمک مالی با آن همه پولی که دارد برای مردم ایراد تاکنون نکرده است. دوستان نهایت عزیز، شما هم پیام‌های تسلیت آمیز خود را در بخش کامنت با من شریک بسازید. سلامتی شما آرزوی ماست. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. تا درودی دیگر، بدرود.